انا در همون سالا بابای دونا همچون قاضی بود در همین حزب نظر. خب رفته در ولایت ختلان چی جنایتای نکرده بود. یگام دلیل اسناد داری، فکت داری؟ یگام فکت داری اونجا؟ چی؟ یگام فکت روی دست داره، نوار ویدیو ثبت هسته؟ تو فکت داره که امروز بابای دونا را به اساس محکم کرده. چی باید مسافر دیگه را به اساس نمیگیرن، محکم نمیکنن؟ مدام که حکومت میگه جنایتکار است، پس مرحمت کنه. پیشنهاد کنه برای مردم که این جنایت همین نفر است، این کاغذ، این دادگری، این ثبت برای چی برای مردم پیشنهاد نمیکنه؟ آخه یگام فکت دادگی نیست، سامانه رسمی وزارت اون ننوشته از شرم شه بر میگه که مسافر 70 ساله 87 ساله میروه از کشور سوم، نمیدونم کشور سوم کدام کشوری به عقل بود است که در مسافر 87 ساله چند میلیون میداد است، میگوید که بابی براو در انصارالله و در حزب اسلامی افغانستان همین پولک بوته آیا همون کشور سوم همون قد به فرهنگ از رنگ حکومت رحمانوف که در یک مسافر 87 ساله چند میلیون میداده است. دوم انصارالله و حزب اسلامی افغانستان همون قد به فرهنگ بودن که با یک مسافر 87 ساله داد و گرفت میکردن. کنی منطق بس من هر دو سوال را جواب میدم بس همینو. خب یکی دیگه من نبود تو خودت گوش کن بعد گپ زد تو گپ زدی من خاطر کردم گوش کردم. گوش کن وابسته به هر دو سوالو اگر جماعت انصارالله انا او دیگرش که نام گرفته اگر ما با فرهنگ میشن قاعده تروریستی نمیکردن انا بعدا گوش کن من پرابلم ندارم با هر کاری که میکنی شما اسنادتون کنی دلیل تو که همون مسافر در حالی که میگه مسافر در روز زمان قاضی بود دروغ میگوی دروغ آشکار میگو در روی آینه دروغ میگو برای مردم اثبات داره بچه مسئولایی که هستن روبرایی که اونها رو روبر میکنن میگن قاضی نبود دروغ میگین تو همین سوال من را جواب کرد چه باکی یک مسافر همسایه بابای دونا را نبردن همین اینجا یعنی چی کاری محکم نکردن برای چی باید مسافر زندان شه شرم نمیکنه برای چی اینا بابای دونا را بردن محکم کردن همین سوال را جواب کرد نظرم که در عویستان خوبا بردن گوش بخرید باوری هم دیگه آقازی برشا اکی خسیره بکاری باریش نشوا این از حمله خوری زو برای کی اون نفر اونمو بیچاره‌های زندانی‌ها را برای فرزندان و برای زنها و برای زندانی‌ها کمک میکرد از لقمه دهنش میگرفت از کدام میشد مسافر 87 ساله از جدا رو اومد که میره کمک میکنه از کدام میشد از حسابی شاید رو شاید از اوشون که در اروپا هم شاید کمکی کرد از دیگه اون پروبلم اون است واسه مبلغ گذاری تروریسم اکستریمیسم میشود از طبق قانون گذاری طبق کدکس جنایت مبلغ گذاری تروریسم اکستریمیسم میشود هیچ جنایت اصلا 70-80% کمک‌هایی که بابای دانا به خانواده زندانی‌ها و یتیمان میرسون این از همون همسایه‌ها است از داخل تاجیکستان است از بازارنشین‌ها است از همه مردمی که میخوان کار خیر انجام بدن و اگر حالا بالفرض اگر یک نفر از ناحیه رودکی با یک دوستش به خانواده یک دوستش در شهر دوشنبه یا در ناحیه رودکی والا چه از طریق بابای دانا باشد چه از طریق هر کسی دیگر باشد مبلغ فرستاده باشد کمک بفرستد آیا این جنایت است؟ ده‌ها خانواده زندانیان سیاسی به سبب اینکه پدرش، برادرش، شوهرش و یا فرزندش با اتهام خائنی ملت به گفته آنها پشت میله‌های زندانند آنها را به کار هم نمیگیرند. آنها این شب و روز نیاز به کمک دارند. چی باید کنند؟ نشود همه‌شان رفتن نزد بینای ریاست جمهوری دست به تظاهرات بزنند و بگویند که نان خوردن می‌خواهیم. حکومت به آنها پول ندهد، مالکیت را مصادره کند. مردها همه در زندان یا در هجرت. بعد میاد باز فشار میارد که شما با ما بگید که به شما پول میفرستند یا نه. این چی میگن؟ نه پول نمیفرستند. بعد دوباره آنها را فشار میارند بیا در تلویزیون بگید که شما چه خیلی مرد هستید که ما در اینجا زن و بچه‌ها به پول گرسنه و تشنه با ما پول نمیفرستید. میارند اونها را مجبور میکنند در نزد دوربین شما بگید که شما چه خیلی جوانمرد هستید. برادران شما در زندان، خویش و تبارتون در داخل کشور، شما با ما پول نمیفرستید، کمک نمیکنید. میخوان ناموس این بچه‌ها در بیرون بوده را بیارن، غیرتشون را بجوشونن. بعد اینا هم که حالا بگیرن به هر شکلی که پول روان کردن این رو تبدیل میدین به پرونده جنایی میگن شما از تروریستا مبلغ دریافت کردید یا از خدمات جاسوسی امریکا و ایران و ساراس و حالا معلوم نیست همه را با هم قاطی میکنن از داعش شروع کرده از ابوبکر بغدادی تا کشورهای اروپایی را متهم میکنن که به اپوزیسیون ایتوجی کمک میکنند. من هم به دختری رحمت الله رجب نیلوفری رحمت الله من هم کمک کردم. به خاطر حجاب شما او را 500 سامان جریمه کردید و این 500 سامان من پرداخت کردم. چرا مرا شما به جوابگری نکشیدید؟ برای اینها دروغ گفتن، برای اینها شیطنت هیچ محدودیتی ندارد. بنابر همین عزیزا بیای خواهش میکنم به بابای دانه کمک رسونیم.
همین جوری هر ماه انشالله کمک از مرکزی تاجیکان و شخصا از نام من تروریست به بابای دانه خواهد رسید. تا آن روزی که خداوند جان من نگیرد من در پهلوی بابای دانه خواهم نشست. وقتی آن رسیده است جامعه یک مرتبه این را تو را تحلیل کند و به این سوال جواب بگیرد که آیا از خارج کمک کردن به خش و تبار به نزدیکان چی در زندان است چی در زندان است جنایت است یا نه؟ اگر که من میخواهم کمک کنم با کدام راه قانونی حکومت اجازت میدهد که به خش و تبار خودم کمک کنم؟